اینجا اداره امور مالیاتی استان قزوین. بریم با هم سامانه کنترل ترددش مبتنی بر تشخیص چهره رو با هم دیگه بررسی کنیم. امروز اومدیم پروژه اداره امور مالیاتی استان قزوین. این پروژه مجهز به 12 دوربین تشخیص چهره هستش که 3 مسیر مختص کارکنان و 3 مسیر مختص ارباب رجوع هست و کارکنان مجوز عبور از مسیر ارباب رجوع ندارن و ارباب رجوع هم مجوز عبور از مسیر کارکنان رو ندارن. این سازمان حضور غیاب پرسنل مستقیما از دستگاه دریافت میشه و داخل سامانه حضور غیاب در واقع ثبت میشه. پروژه هم مجهز به سیستم تشخیص چهره هستش که زمانی که شما به دوربین نگاه میکنید چهره شما شناسایی میشه و در صورتی که مجوز داشته باشید بالاها یا همون شیشه‌های دستگاه برای شما باز میشه و به شما مجوز عبور داده میشه. در صورتی که مجوز عبور نداشته باشید به دوربین نگاه میکنید، چه شناس باشید چه ناشناس باشید، در صورتی که مجوز نداشته باشید روی مانیتور اطلاعات شما اگر شناس باشید ظاهر میشه و گل کارت قرمز میشه. علاوه بر اون دستگاه شروع میکنه با آلارم زدن و به شما اعلام میکنه که امکان تردد از دستگاه رو ندارید. توی اداره امور مالیاتی ما حدوداً 6 تا مسیر داریم به علاوه یک مسیر ویلچر رو که اینجا این سمت 3 مسیر مختص پرسنل هستش که زمانی که حضور غیابشون میخواد انجام بشه از اینجا تردد میکنم. یه دستگاه اثر انگشت و کارت عملا اینجا جمع‌آوری شده و با سیستم تشخیص چهره در واقع کار میکنن. به این شکل هستش که کارکنان موقعی که میخوان ورود کنن به دوربین نگاه میکنن، گیت براشون باز میشه و همون لحظه اطلاعات ترددشون داخل سامانه حضور غیاب مختص خود سازمان ثبت میشه. مسیر بعدی که در واقع وجود داره مسیر مختص ارباب رجوع هست که مجهز به 3 تا مسیر هست. ارباب رجوع نمیتونه از سمت پرسنل عبور کنه و پرسنل نمیتونه از سمت ارباب رجوع عبور کنه. توی این در واقع دستگاه ها شما به عنوان فرد ناشناس اینجا شناسایی میشید و چهره شما داخل سیستم ثبت میشه و به شما مجوز تردد داده میشه. و یک مسیر داریم مسیر مختص در واقع ویلچر رو هستش که من میتونم با استفاده از ریموتون رو باز کنم در هر مسیر ورود یا خروج و در نهایت مجددتون رو با استفاده از ریموت کنترل ببندم. حالا این در مسیر عملا خروج باز شد. من همچنین میتونم از سمت گیت اربابی در واقع تردد کنم، به این شکل از گیت عبور میکنم و راحت تو سیستم میرم و همونجوری که مشاهده میکنید داخل مانیتورینگ هم اطلاعات کامل شخصی که داره تردد میکنه، ساعتش و تصویر زنده یا همون تصویری که به عنوان پروفایل برای نظرگیری داخل سامانه ثبت میشه. این مانیتور علاوه بر اینکه بالای هر دستگاه نصب شده یه سیستم کنترل تردد برای نگهبانی و حراست وجود داره که تحت سیستم وب در واقع کار میکنه.